حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خداوند بر توفیقات شما بیفزاید. انشاءالله که خداوند شما رو در این راه هرچی بیشتر ثابت قدم و استوار بگرداند. تغییر تا حدی تحصیلات دارم ولی تحصیلات دانشگاهی است. زیاد تحقیقات به اصطلاح مذهبی ندارم. بله. اما در خانواده‌ای که تشیع بودن دنیا اومدن از همون اوان جوانی به نظرم این آخوندا به نظرم دروغ دارن میگن. به نظرم میومد کلک میزنن. به نظرم داشت میاد دارن جیب مردم خالی میکنن. رو قضیه خمس من خیلی عذاب کشیدم. اینقدر این در اون در میزدم هیچ کس هم نمیتونستم بگم. یه جایی واقعا شدیم تو این کرمان که واقعا مشکل هست. همه یه جوری اکثر جوانا دلشون میخواد بگن اینا دروغ میگن. دلشون میخواد بگن اینا دارن جیب مردم جارو میکنن. دلشون میخواد اینا دارن بگن که اینا دارن کلاه شرعی سر مردم میذارن. دلشون میخواد که بیان راست و به قول بچه ما میگن خدایی وایستن حرفاشونو بزنن ولی یه جورایی ته دلشونو میلرزونن. میان یه جورایی بهشون القا میکنن که آقا اگر نباید وقتی شک به امام زمان بکنی. آخه من شک به کدوم امام زمان نکنم؟ شما کدوم امام زمانتون مثلا برای من بیارین که من برای شک نکنم؟ آخه شما امام زمانتون کجا هست؟ کجا رفته قایم شده؟ مگه انسان نیست؟ مگه از جنس ما نیست؟ ما پیامبرون از نوع ما بود، از جنس ما بود، همراه ما بود، همگام خلق الله بود دیگه و همراه خلق الله هم به رحمت ایزدی پیوست. این قدر پیامبر که خداوند بهش احترام و به قول بچه ها میگن یه طوری تو قرآن مقامشو بالا برده که دیگه شخصیتی بالاتر از اون ما توی اسلام و توی مذاهب نداریم. مقام پیامبر را عظیم و شأن فرمودند. بعد هیچ وقتم خداوند تو قرآن اصلا صحبتی از امامت به میان نیاوردن و پیامبرم نمیخواست بیاد تحمیل کنه بر جامعه بگه آقا فلان کس من میذارم امام شما بگین او امامه برین دنبال همون هرچی همون گفت. پیامبرم میخواست و امرهم شورا بینهم یکی یک کلمه عالی متعالی است که خداوند تو قرآن فرموده اجرا بشه. حالا بعد من یواش یواش با این شبکه‌های شما که آشنا شدم من هر شب میشینم و تماشا میکنم و دوستانم رو همه رو تشویق میکنم که بشینین پای شبکه‌ها و حق رو یاد بگیرین، حقیقت رو یاد بگیرین، اسلام واقعی رو بفهمین. دیگه حالا الان زمان تکنولوژی زمانه نیست که اینا بتونن با یه مش حرف جعلی و سند دروغ و خزعبلات و خرافات و چه میدونم مسجد جمکنان و شاه فلان و نمیدونم کوزه فلان و امامزاده همچین و نظر فلان و جیبتی هر طور که تونستن این روز به روز مردم آوردن. وقتی که من هر کارای اینا رو میرم تو قرآن مراجعه میکنم الحمدلله عربی هم نسبتا خوبه ولی نه در اون حد که بتونم قرآن تفسیر کنم ولی خب معانی رو که دیگه میفهمم. یا مثلا موضوع صحبت مثلا این آیه رو با آیه بعد میتونم تطبیق بدم. وقتی صحبت میکنم میگه وعلم و انما غنمتم من شیء دیگه اینو اینقدر تشخیص میدم که این خونه
به قول بچه ها میگن جهاز این دختر بدبخت نیست که سال دیگه مخابره خونه که بگن آقا این جهاز سال روش گشت بیاد 1/5 این جهاز رو خمسشون بده. اینقدر عقلمون میکشه. یا یه ذره میدونیم مثلا خمس به فی تعلق میگیره، نه دیگه به مال زندگی مردم، به هر چیز مردم میاد حاج خانم 5 تا علنگو دستته، واه این یکیش باید بیا خمس بدی به ما، به ما حوزه به ما فلان محله. بابا فلا بلا تلا مردم ایران شما دیگه الان و همتون به تکنولوژی دست دارین، اکثر به تکنولوژی دسترسی دارین. بیاین این راه رو پیش بگین، بیاین از این شبکه ها استفاده کنین. به هر حال من الان واقعا یه خود هیجان زده شدم چون بار اولیه که دارم با شما صحبت میکنم و از اینکه این شبکه های شما یک نور عظیمی در داخل این ظلمت آخوندی روشن کردن، بسیار قلبم منور شده. ولی نمیدونم من چطوری به مردم بفهمونم، نمیدونم چطوری به مردم آگاهی بدم، نمیدونم چطوری تو جامعه بازگو کنم، نمیدونم الان چه کار باید بکنم. واقعا یه خود از راهنمایی ما بیشتر باید برخوردار بشیم. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا